28 فروردین 1404 تهران، اسلام شهر. یه دختر 17 ساله توی جوب آب با 14 ضربه چاقو به قتل رسید. اما قاتل کیه؟ پدرش. چرا؟ چون فاطمه ایستاد مقابل خشونت، مقابل خیانت. این داستان واقعی قتل فاطمه سلطانیه از زبون تنها برادرش. گوش کن و تا آخر با من باش. من علیرضا هستم و تو این اپیزود از سیگنال حقیقت میریم سراغ یکی از تلخترین جنایات خانوادگی سال 1404. مقتول فاطمه سلطانی، متولد آذر 1386، تقریبا 17-18 ساله. در زمان قتل یه دختر اسلام شهری. اما فاطمه یه دختر عادی نبود. تو سن 17-18 سالگی تو کارش موفق بود. سالن زیبایی خودش رو راه انداخته بود. درسش هم عالی بود. رشته طراحی دوخت می‌خوند. با برادرش دوست بود. همیشه هماهنگ می‌کرد که کجا می‌خواد بره. همیشه میگفت یه روز از این وضعیت، یه روز از این خونه فرار می‌کنه. اما قبل از فرار کشته شد. از همون بچگی تو خونه‌ای پر از خشونت بزرگ شد. پدری معتاد، خشن، خیانتکار، کتک، فحش، تهدید. اون مردی که دیگه بهش نمیشه گفت پدر، 3 بار با چاقو به پسرش امیر محمد تو کودکی حمله کرده بود. مادرش رو بارها تا حد مرگ کتک زده بود. اما فاطمه از 14 سالگی شروع کرد به کار کردن. خرج خودش رو در آورد. دستش تو جیب خودش بود. به مادرش کمک میکرد. اما وقتی فهمید پدرش خیانت میکنه دیگه نتونست ساکت بمونه. به مادر و برادرش گفت. از همون روز بود که پدرش ازش کینه به دل گرفت و انگیزه ای شد برای قتل. قاتل خان علی سلطانی، پدر خانواده، نه تنها معتاد و بی‌مسئولیت بود، بلکه حس میکرد قدرتش داره از بین میره. وقتی دید زنش مستقل شده، دخترش درآمد داره، دیگه نمیتونه کنترلشون کنه. مثل خیلی از مردهای دیگه که وقتی حس میکنن زن خونشون مستقل شده به خشونت پناه میبرن، فاطمه و برادر و مادرش رو از خونه بیرون کرد و اونها خونه داییشون زندگی میکرد. فاطمه همیشه از پدرش فرار میکرد، ازش میترسید. حتی سیم کارتش رو عوض کرده بود، محل کارش رو عوض کرده بود. همیشه برادرش با موتور میبردش سر کار، همون اطراف میموند تا کارش تموم شه و برگرده، یا داییش میبردش و میآوردش. آخه چرا یک آدم باید از پدرش بترسه؟ مگه آغوش پدر نباید امن‌ترین جای دنیا باشه؟ فاطمه همیشه میگفت یه روز میرم، فقط خلاص شم از دستش. اما قاتل با نقشه قبلی شماره فاطمه رو از پیج اینستاش برداشته بود. روز 28 فروردین 1404 تهران، اسلام شهر، 20 متری اسلام شهر، 9 صبح گوشی فاطمه زنگ خورد. یه خانومی پشت خط بود. الو ببخشید، من یه وقت میخوام اولین نفر بیام. آخه میخوام برم سفر، یکم عجله دارم. اما این خانم اصلا وجود خارجی نداشت، همش نقشه بود. فاطمه هم آدرس محل کارش رو، لوکیشن رو برای اون خانم به اون خط ارسال میکنه. یه چند روزی بود که هوا سرد شده بود و امیر محمد نمیتونست فاطمه رو با موتور ببره بیاره. اون روزم هوا سرد بود. فاطمه رو داییش با ماشین رسوند. پدر، یا بهتر بگیم قاتل، جلوی سالن منتظر بود. به محض اینکه فاطمه رسید پدرش رو دید. سریع زنگ زد به مادرش که آدرس من رو این از کجا پیدا کرده. مادرش هم به برادرش زنگ زد. امیر محمد تو راهه. اما فاطمه با پدرش روبرو شد. طبق شهادت شهود و دوربین‌های مداربسته قاتل ازش میخواد سوار ماشین بشه. اما به محض سوار شدن اولین ضربه چاقو رو توی ماشین به فاطمه میزنه. فاطمه پیاده میشه که فرار کنه. اما اون مردی که نمیشه اسمش رو گذاشت پدر، با ماشین بهش ضربه میزنه و از ماشین پیاده میشه. فاطمه رو میکشه داخل جوی آب و اون قاتل عوضی
با 13 ضربه چاقو فاطمه دخترش رو میکشه و بعد گلوش رو میبره. مردم که اونجا ایستادن و دارن تماشا میکنن فکر میکنن که دزدی اومده و داره دزدی میکنه، داره زورگیری میکنه. نمیدونستن که این مرد پدرش هست و با کمال خونسردی بعد از کشتن دخترش همونجا میشینه تا پلیس بیاد و دستگیرش کنه. امیر محمد میگه گوشیم زنگ خورد، جواب دادم دیدم بابامه. یا آن پشت تلفن گفت کرمم رو ریختم، داغشو به دلتون گذاشتم. میگه وقتی رسیدم دیدم پلیس اومده، آمبولانس اومده، رفتم جلو و دیدم خواهرم چاقو خورده، غرق در خون، نصف گلوش هم بریده شده بود. بغض امیر محمد هنوز تو صداشه. بغلش کردم، احساس کردم یه لحظه تکون خورد و بعد همه چیز تمام شد. چرا باید برای همچین قاتل بیرحمی فقط 15 سال زندانی ببرند؟ فقط به خاطر اینکه پدری دخترش رو کشته؟ اگر شخص دیگه ای بود اعدام میشد، اما چون یک پدر بچه خودش رو بکشه فقط باید 15 سال بره زندان. آیا اگر قانون محکم می ایستاد و از حق این خانواده در برابر این مرد دفاع می کرد اصلا همچین صحنه ممکن بود رخ بده؟ امیر محمد و مادر فاطمه از مقامات قضایی خواستار مجازات شدید برای پدر فاطمه هستند و معتقدند که اون نباید بدون مجازات باقی بمونه. اگر کسی مثل فاطمه سلطانی سراغ داری دوست من، تنهاش نذار. اگر هم خودت که صدای من رو میشنوی توی همچین وضعیتی هستی، با اورژانس اجتماعی با 123 تماس بگیر یا اعتماد به یه فرد مطمئن کن. من علیرضام و اینجا سیگنال حقیقته، جایی که واقعیت همیشه خوشگل نیست. گاهی فقط یه زخم عمیقه که دیگه بسته نمیشه. آرزو میکنم که همیشه هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه، موفق و سربلند و پیروز باشید. حتما نظرتون رو برای ما بنویسید، کانال رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی مواظب فاطمه سلطانی های اطرافتون